سوم ماه ساعت 13 دوچرخران 8 ساله اعظمجان اسایف در روی بین دهه‌های کمسمال و زرگر نویه کوشانیان زیر چرخ اوپل استرا مانده بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارستان وفات کرد. وزارت کارهای داخله گفت راننده اوپل استرا ساکن 31 ساله جماعت زرگر نویه کوشانیان شایمردان رجبزاده هنگام حرکت از سمت دهه کمسمال به سمت دهه زرگر از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران خردسال را که راه را از طرف چپ به راست عبور میکرد با قسم طرف چپ افت پخش کرده است. هر سال بر اثر صدمه و در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. روز 12 اپریل در داخل مرکز سبینه در شهر بختر 5000 سامانی یک مرد 40 ساله ساکن جماعت مینت‌آباد نویه وخش را از دستش بازوری کشیده گرفتند. با گمان دست داشتن در این جنایت کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن جماعت تاجیک‌آباد نویه وخش را که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم دزدی سود شده است دستگیر کردند. این دفعه به این جوان برای غارتگری از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. یک ساکن 29 ساله جماعت عینی نویه خراسان به آن ابدار می شود که ماه اپریل از تپه های جماعت غله‌آباد یک سر چاروای کلان شاخدار امنیش را دزدیده است. ارزش این گاو را 10,000 سامانی حساب کردند. همچنین یک جوان 23 ساله در خوجند به آن گمان بر می شود که روز 28 اپریل از منزل یک مرد 36 ساله ساکن این شهر به مبلغ 122,300 سامانی جواهرات گوناگون طلایی دزدیده است. حالا به این دو گمانبر بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند.